اگر کسی در ایران پزشکی رو ناتمام ول کرده باشه اومده باشه، خب اینجا سیستم پزشکی عمومیش متفاوت است از ایران. اول باید یک لیسانس بگیره شخص که معمولا لیسانس بیولوژی واحداش خیلی نزدیکتر هست به پزشکی و میشه یک سری از واحدایی که تو ایران علوم پایه خونده شده یا فیزیوپاتولوژی رو اینجا مراکزی هست که ارسال میشه و بعضی از واحدها رو ممکنه قبول کنن بسته به دانشگاهی که تحصیل شده در ایران و اون واحدها رو قبول میکنن، ولی اگر قبول نشه تقریبا باید که از اول یک لیسانس گرفته بشه و بعد از لیسانس اپلای بشه واسه مدیکال اسکول. یعنی در اینجا در واقع یک حدود 4 سال برای لیسانس و 4 سال هم مدیکال اسکول زمان میبره تا پزشکی عمومی تموم بشه. نکته دیگه که وجود داره در امریکا و متفاوت هست از ایران اینه که در ایران شما با مدرک پزشک عمومی میتونید مشغول به کار حرفه پزشکی بشید، ولی در امریکا این امکان وجود نداره و برای اینکه بتونید طبابت کنید حتما بایستی که یک تخصص گرفته بشه که کوتاه‌ترینش فامیلی مدیسین هست که 3 ساله و نورولوژی 3 سال هست، ولی باقی رشته‌ها معمولا 4 سال طول میکشه و اگر فقط مدرک پزشک عمومی رو بگیرید معمولا نمیتونید به طبابت بپردازید، ولی